سلام. ولی فقیه نظام مدتیه که زیر بمباران شدید قرار گرفته. نه منظورم اون بمباران جنگ 12 روزه و جنگ خارجینا نیست. در داخل نظام خودش زیر ضربات بمب‌های وحدت شکن باندهای درونیش قرار گرفته. چون کلید واژه وحدت تنها دلخوش کنک بسیجی‌های گیج خورده نظام از بعد از جنگ 12 روزه بود که هی میگفتن هرچند که فرماندهان سپاهمون کشته شدند، هرچند که سایت‌هامون بمباران شدند، ولی عوضش امنیت داریم از سرشون پریده. الان میگن ما وحدت پیدا کردیم، اتحاد شد، خیلی قشنگ شد. و این پیروزی 3 تا رکن داشت. یکی حضور مردم و اتحادشون. مردم آشکارا نیروی نظامیشون که دفاع میکرد شهید میداد دفاع کردن. سوم حمایت از رهبری بود. همه فهمیدن که نقش رهبری چه نقش عظیمی در حفظ مملکته. داره میگه بسیجی اگر ناترازی داریم، اگر آب حل نیست، اگر برق حل نیست، اگر تورم بالاست، اگر به جای قله داریم میریم سمت دره، قصه نخور، اتحاد رو بچسب که خیلی هم مقدسه و نباید خدشه‌دار بشه. اونایی که توییت میزنن بفهمن چیکار میکنن. این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این نباید خدشه‌دار بشه. حالا این توهمات در مورد این اتحاد تخیلی رو کیا قراره باور کنند؟ یه مشت جوجه بسیجی تازه به دوران رسیده که هنوز فرق مقدس و عدس رو تشخیص نمیدن. این بابا در این جنگ 12 روزه ما الان در اوج انسجام ملیمون هستیم، ما در اوج این همراهی مردم هستیم. یعنی این بیانیه درست زمانی داره میگه بیاید این انسجام رو برگردونیم که ما در اوجش هستیم. این بسیجی پامنبری نمونه کلاسیک موجودیه که مغزش فقط با شبکه افق و گزارشات 23 و منبرهای نماز جمعه و ملق زدن تو شبکه ایتا برنامه ریزی شده. یعنی افق ذهنش همینقدر محدوده. اما وضعیتی که انجامید به حمله به ایران محصول مسیر غلطی بوده که حاکمیت ما طی کرده و الان هم که جنگ تمام شده تلاش میکنه با قدرت رسانه انحصاری همین رو حقنه کنه و نشان بده که ما پیروز شدیم، ما چیکار کردیم، مردم ما یک دل شدن، همدل شدن. آقا کی گفت مردم با شما همدل شدن؟ آقا یا تو خیابون برید با مردم، همین فقط خبرنگار ویژه‌تون که میره 4 تا گفتگو میکنه این مردم همینان که اینا گفتگو میکنن با این. اما مردم چون آزردن، چون در حال انفجارن، میگم. پس اتحاد و وحدت خیالی اون روایتیه که خامنه‌ای میخواد به زور حقنه کنه، ولی چیزی که نمیتونه بپوشونه جنگ و دعواییه که تو این روزهای اخیر داره از گوش و کنار نظامش فوران میکنه. یه نمونهش بحث عدم کفایت رئیس جمهور خامنه‌ایه که الان دیگه هشتگش هم آوردن بالا و یه سری توی رژیم دنبال این پروژن. آقای پزشکیان، این جزء انذارهای مؤدبانه آقای خامنه‌ای به شما بودش. الان با شما با این زبون حرف میزنه، ولی اگر ادامه بدی و سعی کنی که اتحاد مردم ایران رو با این جملات عجیب، غریب و باور نکردنی درباره لزوم مذاکره اینکه بسازیم میکنیم، ما که چاره‌ای نداریم، دوباره از بین مردم رو گیج کنی، مقابل هم بذاری، بله حتما طرح عدم کفایت شما وظیفه نماینده مجلسه. دیگه طرح عدم کفایت پزشکیان الان لغلق زبونه که حتی این بسیجی در مأموریت هم از اونور آب داره سفارش میده براش. این ورا بعضی محافل به عدم کفایت هم راضی نیستن، برو یکم بالاتر. اینجای محافلی فکر کردن اگر دائم هی بگن قدرت ما بی‌نهایت چنین میتونیم بکنیم چه موجب میکنیم، همه میترسن و عقب میشین و کنار میرن و راه برای اینو باز میشه. خب این نشانه خامی و عدم بلوغه. ایش آدم بالغی که اینجوری نه به مسائل نگاه میکنه نه اینجوری حرف میزنه. حالا به هر حال رئیس جمهور گفته و ریختن سرش و بعضی بحث عدم کفایت رو مطرح کردند و اینجا اونجا یکی میره توی حرم حضرت ابوالفضل اونجا میگه میخوام این علیه غضب کنه، بعضیشون اصلا رسما تهدید به حذف و ترور و فحاشی و بدگویی میکنند. و خامنه‌ای که دید رئیس جمهورش عین کیسه بوکس داره از چپ و راست کتک میخوره، از ترس اینکه اوضاع نظامش از اینکه هست آشفته تر نشه پرید وسط که پزشکیان رو از زیر مشت و لگد دلواپسا بکشه بیرون. خدمتگزاران کشور رو مردم حمایت کنن، رئیس جمهور رو حمایت کنن. رئیس جمهور پرکار و پرتلاش و پیگیره.
اتحاد بین ملت و دولت، بین آحاد مسئولین گوناگون نظام، این چیزیست که بایستی حفظ بشه. خامنه‌ای که این رو گفت خودش فکر میکرد که ختم کلامه و هر جا وارد بشه دیگه همه غلاف میکنند. اما این دور بعد از تمام کردن سخنرانیش هنوز به پناهگاهش برنگشته بود که دوباره آتش حملات گر گرفت و آخوند رسایی از اعضای مجلس ارتجاع توییت زد که کار ولی فقیه حمایت از رئیس جمهوره، کار ما هم انتقاد کردنه. این اصلا موردی نداره. مشی امامین انقلاب همواره حمایت از رؤسای جمهور بوده، از بنی صدر تا امروز، و در عین حال راه انتقاد سازنده را نبستند. در این زمان هم ضروری است که از اقدامات غلط با رعایت تقوا و انصاف انتقاد کنیم. من ضبط صوت که نیستم برم مثلا بگم رهبری اینجوری گفتن منم همونا رو درست شروع کنم به تکرار کردن. من نظر شخصیمو قبلا گفتم که آقا از نظر من ایشون واقعا کفایت سیاسی رو نداره. این قبلش بود، هرچند اعتقاد دارم همچنانا، ولی تکرار دیگه نکردم. یک حجمه گسترده‌ای کردن که رسایی گفته پزشکیان بنی صدر و رسایی برخلاف صحبت رهبری صحبت کرده، رهبری یه چیز گفته حمایت کنید، اینا اومدن حمله کردن، اینا دارن بنی صدر سازی میکنن. حتی همین امروز متاسفانه آقای قالیباف تو صحبتاشون برگشتن گفتن که کسانی که حرف از عدم کفایت رئیس جمهور میزنن مثل بیانیه اصلاح طلبها دارن در زمین دشمن بازی میکنن. من واقعا ازشون تعجب کردم. آش اینقدر شور شد که رسانه‌های نظام گفتن دیگه ظاهراً پشمی به عمامه ولایت نمونده. مثلا فرهیختگان ولایتی گفت حمید رسایی دقایقی بعد از انتشار سخنان آقا مطلبی در کانال مجازی خود در تلگرام و ایتا گذاشت که با اشاره به حمایت امام از بنی صدر، حمایت رهبری از پزشکیان را به نوعی بی‌اعتبار دانست. مطلب بسیار نابجایی در کانال خود منتشر کرده است. مثلا اگر در این مدت بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را دنبال کرده اند، لااقل در قبال دستور صریح رهبری رفتار خود را اصلاح کنند، نه اینکه با تطبیق‌های من درآوردی از تاریخ بر روی کرده غلط خود پافشاری کنند. حالا این یه نما از اون وحدت پوشالی بود. یه نمای دیگه که اون هم یک ولوله‌ای در درونشون انداخت، یک بیانیه بود از طرف تعدادی از اصلاحگران نظام که توش چند تا درخواست مطرح کردن که ولی فقیه انجام بده، از جمله برگزاری انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی، یعنی حذف شورای نگهبان. خب این دیگه به قول شریعت نداری نماینده خامنه‌ای یعنی عمود خیمه رو از جا بکنیم. نه این که دیگه نمیشه که. من اینجا میخوام بگم که توی این بیانیه‌ها دیدید که خیلی اشاره شده به مردم برگردیم و نهادهای انتصابی برن کنار، نهادهای انتخابی بیان. قانون اساسی ما تمامش نهاد ما، اصلا ما انتصابی به معنا نداریم. مشخصا شورای نگهبان رو میگن دیگه. بیش از اینا اونا شورای نگهبان گفتن که باید حذف کنیم. حتی اونها نهادهای رهبری و خبرگان همه رو اینجوری میدونن. ببینید هیچ نهادی در جمهوری اسلامی انتصابی نیست به این معنا که نظر مردم نباشه. اولا نهاد بزرگ رهبری رو مجلس خبرگان رهبری انتخاب میکنن که این طبیعت دموکراسی است. بله، رهبری رو خبرگان انتخاب کرده برای یک دوره 4 8 10 نه 20 سال. تا الان چقدر؟ تا الان 36 سال که هنوز هم تموم نشده. یعنی انتخاب کردن رهبری رو، ولی دورش یه مقدار طولانیه. اما همه چی خیلی انتخابیه. رهبری رو خبرگانی انتخاب کرده که باز همه اعضاش رو قبلش از فیلتر شورای نگهبان رد کردند که اون اعضای شورای نگهبان رو هم باز خود رهبری انتخاب کرده. گرفتی چی شد؟ رهبری خودش رو مادام العمر انتخاب میکنه. ببین این طبیعت دموکراسیه دیگه، چی میخوای بیشتر از این؟ همین تغییر پارادایمی که اینا میگنه، یعنی ما جمهوری اسلامی رو زیرآبش بزنیم و بیایم مجلس مؤسسان درست کنیم فلان کنیم و تبدیل بشه به یه نظام سکولار. دموکراسی هم توش نیست. میدونید که یه نوع سکولاریسم دیکتاتوری خاصی رو میخوام به جای نظام دموکراسی فانکشنال اسلامی ما که به اسم جمهوری اسلامی هست بذاره. پس برای این نظام یه لولو خورخورهای ترسناکی وجود داره به اسم مجلس مؤسسان، حق حاکمیت ملی، انتخابات آزاد، که اگر
به اینها نزدیک بشه، دموکراسی فانکشنالشون از کار میفته یا به قول خودشون تغییر پارادایم میده یا همون پارادایم شیفت. پارادایم شیفت چیه؟ دقیقاً براندازی. اصلا مفهومش اینه. پارادایم یعنی اصلی ترین محور یک نظام حکومتی. اصلی ترین محور یک نظام حکومتی، تیرک چادر، تیرک خیمه یک نظام حکومتی. آقایون اومدن میگن پارادایم رو باید تغییر بدیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی مبانی نظام رو تغییر. اونم در حالی که نظامی با این مبانی پیروز شده میگن اینو تغییرش بدیم. با همین تیرک چادر نظام یعنی ولی فقیه این همه پیروزی کسب کردن به طور خاص در 1 سال گذشته. تو کل منطقه شما نگاه کن، تو سوریه، بشار اسد، تو لبنان، تو عراق، این همه پیروزی کسب کرده طرف. بعد تو میگی این تیرک رو بکنیم، تغییر بدیم؟ عجیبه واقعا. حالا اگر شما با این استدلال ها قانع نشدی که نباید وحدت رو بشکنی، دیگه نظام برمیگرده به تنظیمات کارخونه و از همون ابزار همیشگیش برای ایجاد وحدت استفاده میکنه. در اوایل هفته گذشته بود اگر یادتون باشه، عده قلیلی از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه‌ای دادن در راستای خواست دشمن. بعضی از افراد توصیه کردند که در برخورد قضایی با اینها تعجیل نکنید، اجازه بدید تا مردم و سایر رسانه‌ها از خود افراد بیان و ابتداءً اونها نسبت به اینا موضع بگیرن، واکنش نشون بدند. و از اون آقایونیم که اگر از روی غفلت، از روی اغراض خاص این بیانیه دادن، خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن، برگردن از این کار زشت خودشون. و البته طبیعی است که دادستان محترم تهران هم به وظیفه قانونی خودشون عمل خواهند کرد طبق قانون. هرچند که این اژه‌ای قبلا روی گوش بعضیا با دندوناش کار کرده بود، ولی به نظر میرسه که نشون دادن این چنگ و دندونها این بار خیلی اثر نکرد و برعکس بعضیاشون یقه‌شو گرفتن. جناب آقای اژه‌ای، اگر این یک اظهار نظر سیاسی شخصی باشد، ورود به مسائل سیاسی جایگاه رئیس قوه را تضعیف می کند و اگر یک حکم قضایی است، کدام محکمه این رأی را صادر کرده است؟ خب اینم یه نمای کوتاه و موجز از اون اتحاد مقدسی بود که خامنه‌ای میگفت حواستون بهش باشه که روش خراش نیفته، ولی الان میبینیم که یه مقداری خطی شده و صدای خیلی هاشون رو هم در آورده. خاطر همینه من میگم که استیضاح پزشکیان روی دیگر بیانیه جبهه اصلاحاته، یعنی هر دوتاش این انسجام ما رو به هم میزنه. هر صدایی که باعث برداشت وجود اختلاف درون هسته سخت 90 میلیونی شود، لطمه به این انسجام و خلاف وظیفه ملی و توصیه‌های رهبر انقلاب محسوب می شود. هم کسانی که حرف از عدم کفایت رئیس جمهور میزنند و هم آنهایی که با بیانیه‌های کذایی به این وحدت کلمه لطمه میزنند در زمین دشمن بازی میکنند. حالا همه ترسشون از این که این وحدت تخیلی لطمه نخوره برای چیه؟ چون خودشون خوب میدونن که زیر پوست شهر چه خبره. اینجا کرج ساعت 1 به 8 شب برقا رو بردن، شعارهای شبانه هم شروع شد. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای. بله، اگر دنبال انسجام ملی میگردی این طرفه، کاملا منسجم و میدونم که چی میخواد. مرگ بر خامنه‌ای! 30 مرداد 1404